اینجا دوشنبه. در موج رادیوی تاجیکستان. بیشتر از 80 سال است که تقریباً با چنین سخنان هر روز صدای رادیو در تاجیکستان آغاز به نشر می‌کند. نخستین برنامه‌ها از طریق رادیو در تاجیکستان در سال 1930 پس از 35 سال کشف این فناوری و 6 ماه بعد از تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان صدا داده است. در آغاز برنامه‌های رادیویی تاجیکستان از دو بخش، خبر و شرح واقعات عبارت بود. 3 روزنامه حزبی با 3 زبانی تاجیکی، ازبکی و روسی در بخش رادیو گازتا تشریح می‌شد. یعنی 30 سال در فضای اطلاعاتی حالا تلویزیون نبود. تنها رادیو تاجیکستان سیاستی مرکز رو با مردم تاجیکستان مشخص میکرد، بیان میکرد، اینکه میرسونی. رادیو در زمان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 در تبلیغ ایدئولوژی شوروی و دعوت مردم در مبارزه با آلمان فاشیستی نیز میان مردم تاجیکستان نقش بارز داشت. در دهات دوردستترین کوهی تاجیکستان رادیوزلها نصب شده و به مردم اطلاع می‌رساندند. اما نقش عمده رادیو در تاریخ تاجیکستان به صفت وسیله تبلیغ و اطلاع رسانی به زمان جنگ شهروندی سالهای 90 قرن 20 ارتباط می‌گیرد. بیشتر از 1 میلیون فراری تاجیکستان در خارج از کشور از وضع وطن و نزدیکان تنها از طریق رادیو آگاه می‌شدند. با وطن برگردید. ما به شما کوه طلا وعده نمی‌کنیم. اما یک بریدن نانی که داریم یک جایه می‌خوریم. یک قطره آبی که داریم یک جایه می‌نوشیم. یک برنامه خاک وطن بی واسطه، مثلا از این طرف مادر حرف میزد، از این طرف فرزند میشنید و حتما با آغوش مادر میومد. از این طرف شوهر، از اون طرف همسرش، از این طرف مثلا طفل، از اون طرف مادرش. و همین صدا یک پول شد و مراجعه سرور دولت همچنین مردم باور کردن و برگشتن به تاجیکستان. و اما امروز در زمانی که فناوری‌های جدید اطلاع رسانی و تبلیغ روی کار آمدند، باز هم رادیو نقش مهمی خود را حفظ کرده است. زیرا در کشوری که تقریبا نصف سال اکثر مناطق از نیروی برق محرومند و روزنامه و اینترنت دسترس نیست، رادیو یگانه واسطه دریافت اطلاع باقی مانده است. این هم در حالی است که در 10 ساله اخیر در تاجیکستان تعداد شبکه‌های دولتی و خصوصی رادیوها به 16 رسیده است که 8 شبکه رادیویی خصوصی است. ولی اکثر رادیوهای خصوصی روی موج FM و در قلمرو شهرها نشر می‌شوند. رادیوی خصوصی وطن در 8 سال پیش در روز تاریخی کشف رادیو آغاز به کار کرده و 24 ساعت در شبانه روز فعال است. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آغاز باز یک صبح دیگر رو برای همه شما صمیمانه تبریک میگم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صبح وطن. این رادیو وطن است، موج 106 در روشنبه و اطرافیان، 102.4 FM در ولایت خطلون. تا ساعت 10 با شما خواهم بود. من صبحان جلیلов و شما میتونید که زنگ بزنید و یا SMS بفرستید. هدف برنامه این یکم با مردم روی بولیده تو کردن. اولتر از همه خیلی معلومات، اینفورماسیا، خبر، اطلاع، بعد روی بولیده تو کردن، اونها رو با روز نو آماده کردن. و من تخمین میکنم که مردم به این مشکلاتی کم ندارد. یعنی که وقتی صبح بلند میشه بعضا حالت میشه که شخص به کدام یک سببی از خواب وقتی بلند میشه ناراحت هست. مثلا باور کامل دارم که رادیو نقش خیلی موثر دارد و من هنگام دانشجویی بسیار یک برنامه زیبای رادیویی رو گوش میکردیم. صبح بوصفا همون صبحی بود که ما رو از خواب بیدار میکرد و ما رو هوشدار میداد و برای ما غذای معنوی میداد و ما بعد از غذای معنوی گرفتن پی کار و پی تدریس و پی علم آموزی میرفتیم. راهنما که هستیم فقط رادیو گوش میکنیم. یا چیکار کنیم؟ فقط رادیو گوش کنیم. درآمدهای خوب داره. البته من رادیو گوش میکنم و اهل نیز رادیو رو گوش میکنم، چون که همه روزه ما از وسایل اخبار یعنی وضعیت هم تاجیکستان و برون مرزی یعنی دیگر کشورها میتونیم با واسطه اخبار معلومات رو بگیریم و از هر گونه واقعه ها خبر شیم. وقتی خالیگی با گوش میکنم، یعنی تلفن کتی با ناوشنی گوش میکنم. رادیو امروز، رادیو وطن گوش میکنم. راست رادیو آزادی هم گوش میکنم. رادیو خلایتر نظر به تلویزیون و نظر به دیگر چیزا کجایی که نباشه رادیو گوش کردن میکنه. مسئولین رادیوهای دولتی تاجیکستان میگویند همزمان با رسالت اصلی اطلاع رسانی، رادیوهای دولتی در تبلیغ سیاست دولت و حکومت کشور موظفند. اما در رادیوهای خصوصی تبلیغ تجاری نقش عمده دارد
زیرا منبع اصلی درآمد آن واسطه‌های اخبار عنوان می‌شود. ولی به هر صورت هر دو نیز در خدمت یک نفر، در خدمت شنونده هستند.